25 دکبر ضمن سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت خپلان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه جلال‌الدین بلخی کارخانه مکران رومی پست را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه نوی صنعتی پس از تجدید و نوسازی دوام یک سال مورد بهره برداری قرار داده شده است. تجهیزات کارخانه نوی صنعتی را صاحبکاران وطنی از دولت ایتالیا وارد نموده برای فعالیت منبعد متخصصان محلی را به کار جلب نمودند. حالا کارخانه نو تأسیس دارای یک خط تکنولوژی بوده 20 نفر متخصص در دو بست به فعالیت فرا گرفته شدند. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که حالا در این کارخانه 3 نامگوی محصولات استحصال و بسته‌بندی کرده می شود. مسئولان تصمیم گرفتند که با وارد نمودن 2 خط نوی تکنولوژی اقتدار استحصالی کارخانه را باز هم زیاد نمایند. با تأسیس کارخانه نوی استحصالی مکران در ناحیه جلال‌الدین بلخی ما زیاده از 18 زنان و دختران به جای کاری دائمی تامین گردیده ایم. با قدم پیشوای معظم ملت امروز از جانب صاحبکار وطنی کارخانه نوی صنعتی مورد استفاده قرار داده شد که ما از سرور دولت محترم امامعلی رحمان سپاسگزار هستیم که چنین کارخانه نو را برای ما زنان و دختران تأسیس دادند. اثنای شناسایی سرور دولت به کارمندان و متخصصان وابسته به استفاده امکانیت‌های موجوده و استحصال محصولات با صفت جوابگو به استانداردهای بین‌المللی دستور دادند. آینده برابر به کار انداختن خطهای نوی تکنولوژی شماره کارمندان در کارخانه استحصال مکران رومی پست به 50 نفر میرسد. همچنین در این روز در شفت کارخانه استحصال مکران رومی پست نمایش محصولات کارخانه‌های صنعتی و کشاورزان ناحیه که با مهنت نجیبانه ساکنان، خواجگیداران و سهمداران دوام سال جاری به دست آوردند به معرض گذاشته شد. دوام 34 سال صاحب استقلالی مملکت با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه دهها کارخانه و کارگاه‌های صنعتی بنیاد گردیده با فعالیت روزمره محصولات به طلبات امروزه جوابگو استحصال می‌نمایند. معرفی دستاوردهای ساحه محصولات استحصال گردیده کارمندان و متخصصان کارخانه‌های صنعتی که امروز در نمایشگاه محصولات کارخانه‌های صنعتی و کشاورزان ناحیه پیشنهاد کرده شد بازگوی آن است که در ناحیه در برابر مرحله به مرحله زیاد گردیدن حجم محصولات برای ساکنان جایهای نوی کاری فراهم آورده شده است که با این وسیله سطح روزگاری آنها باز هم بلند می گردد. دستاوردهای در نمایش معرفی گردیده کارخانه‌های صنعتی از مهنت نجیبانه اهل جامعه بشارت می دهد. مقصدناک استفاده بردن هر قطعه زمین کارم مرام و مقصد خواجگیداران و سهمداران ناحیه جلال‌الدین بلخی محسوب یافته. در نتیجه مهنت پرمسئول و با استفاده از مدنیت بلند استفاده بری زمین آنها امسال حاصل فراوان محصولات کشاورزی به دست آوردند. سال روان اهل زحمت ناحیه با استفاده از ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن هر قطعه زمین کارم حاصل دلخواه محصولات و زراعت‌های ساحه کشاورزی به دست آوردند. اهل زحمت ناحیه با استفاده از تخم اعلی صفت و آب و زمین 28750 تن گندم و 80000 تن غله‌دانگی ها جمع‌آوری نمودند. همچنین در نمایش نامگوی زیادی محصولات کارخانه‌های صنعتی ناحیه از جمله محصولات نانی و قنادی به معرض گذاشته شد. اطلاع داده شد که در کارخانه و کارگاه‌های ناحیه زنان و دختران به کار جلب گردیده بیش از 25 نامگوی محصولات صنعتی استحصال می‌نمایند. کشاورزان ناحیه جهتی در عمل تطبیق نمودن هدایت‌های سرور دولت جهت ثمرناک استفاده بردن هر قطعه زمین کارم رویانیدن 2-3 حاصل در یک سال مقصدناک استفاده بردن زمین‌های نزد حولگی و یاری رسان اهلانه مهنت نموده در نزد خود هدف گذاشتند که با مهنت پرمسئول در غنی گردیدن بازار استعمالی و تأمین امنیت اوضاع قواری مملکت سهمی ارزنده می‌گذارند.